درسته که سینما صامت ظهور کرده، ولی امروز روز یکی از ویژگی‌های اصلی هر اثر هنری صدای اونه و نباید اجازه بدیم میتر صدا رد بشه و به 0 دسیبل برسه. دیبی مخفف کلمه دسیبل یک واحد اندازه‌گیری لوگاریتمیه که تو نرم افزار پریمیر صدا بر اساس دیبی محاسبه میشه. وقتی که صدا حجم گین بالایی داره و این میتر صدا به منفی 0 میرسه، برای شنونده گوشخراش و نامفهوم میشه و عملا صدا خراب میشه. توی این مرحله اصطلاحاً میگن که صدا دیستورت شده. همینطور که میبینی تایملاین من حجم صدای بالایی داره و الان که پلی میکنم صدای من دیستورته، به خصوص جاهایی که صداها روی هم افتادن. برای حل این مشکل از پنجره افکت کنترل وارد تب آدیو ترک میکسر میشیم. اگر براتون فعال نبود از سربرگ ویندو میایید و فعالش میکنید. از قسمت باند میکس فلش کنار FX1 رو بزنید، گزینه اول و افکت مولتی بند کمپرسور رو اعمال کنید. بعدش روش دابل کلیک کنید و واردش شید. با پریستش کاری نداریم. از این پایین تیک گزینه بریک وال لیمیتر رو بزنید و میزان مارجین رو بر حسب صدایی که دارید بین -0.5 تا -2 قرار بدید. پنجره افکت رو میبندیم و دوباره تایملاین رو پلی میکنیم. توبه من شامل کار بر روی پروژه‌های متنوعی از جمله همونطور که میبینیم دیگه صدامون دیستورت نیست. پس اینو یادمون باشه